روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه. شنوندگان عزیز درامه روزنه امید، سلام. در قسمت گذشته درامه شنیدید که اهالی من همیشه برای یک زندگی خوب تلاش میکنند. در بخشی از این تلاش ها این بار برخی از جوانان میخواهند ورزش را در منطقه و محل خود رواج دهند تا پیر و جوان ورزش کنند، تا قوی و صحتمند باشند، زیرا ورزش سلامتی را تضمین می کند. بیایید قسمت جدید درامه را گوش کنید. پدر جان میفهمید در مدت یک هفته که ما برنامه ورزش صحت فیسبوک ساختیم، اینقدر درخواست دوستی آمده که باورم نمیشه. مردم تا ید امرای ورزش علاقه دارن. شما جوان هستین و دلایتان از امید و آرزوها پر است. جالبیت شبکه‌های اجتماعی همی است که از یک فکر و یک کار بسیار زود مردم خبر میکنن. یعنی کاری که سابقا با ماها برش تبلیغ میشد حال در یک روز میشه. میگن نیت صاف منزل آسان. من سر بچه گلم باور دارم که به خیر به مراد دلش میرسه. نه ببینین، یا فیسبوک و ورزش صحت. اوه ای کی خواد باشه. امید بچیم پتنو سبیه که من دروازه را ببینم. نه مادر جان، قربانت شم، کور میشم. چطور ما باشم و خودت پشت دروازه بری؟ این خو امکان نداره. من رفتم. مادر امید، تو بیا ای را ببین. چی را ببینم؟ فیسبوک و ورزشی قریه ما را. مانده نباشی خاله نسرین. جور باشی جان خاله خود. اوه یه خو خاله نسرین است. خدا خیر کنه. هر وقت که میایه بی جنجال نمی باشه ای زن. خانه ملکا مرکز حل جنجال مردم است. جای شکر است که کار ثواب است و پیش خداوند اجر داره. اون آمد. مانده نباشی نسرین جان، خوش آمدی. اوی الله جان، سلامت باشی شریفه جان. خودت هم سلامت باشی ملک صاحب. بخیر باشی. بیا ایجا بیشی بیا. تو باش که پاله شریفه بشینم. هزار دفعه خوب بیشی. من خود دوست دارم شریفه جان. ای که پاله نمیشینی بیخی دوست دارم. خیلی بعد از هر جایی که دیدمت در پالوگکت بشینم. چرا نه، هزار دفعه. مادر امید، با نسرین خواهر چای پرتو. نان خود هنوز دور است. چرا نه این؟ خدا اجر بتید ملک صاحب. تو که نباشی این مردم مرا زنده پوست خواد کردن. زنده. باز چی شده؟ کس آزارت داده؟ ملک صاحب به می خاطر پیشت آمدم که تو غم ما نخوری، کس دیگر نمیخوره. چی شده نسرین خواهر؟ خیرت باشه. اوف چی بگویم ملک صاحب، از دستی فرزانگه که نرسک بیخی خسته شدیم ما. پیش خود جنجالش کم بود، تنها در کلینیک بود، دلم نمیخواست نمیدیدمش. حالا در خانه خود سر به خود یک ماینه خانه واکده. میخوای غیر قانونی زنا را ولادت بده. آیا این رای خدا است؟ ببین نسرین خواهر، اولی که من یک ملک هستم و هیچ کس به اجازه من این کارا را کردن نمیتونه. او امرای سند خود پیش ما آمد و اجازه جای گرفت. تصدیق نامه و اجازه نامه دولتی هم داره. تمام مراحل قانونی را طی کرده. صحیح که ملک صاحب، او خود دکتر نیست که این کارا را میکنه. چطور میتونه ماینه خانه واکنه؟ ببین نسرین خواهر، او یک جای برای پیچکاری، پانسمان و تطبیق سرم واس کرده. ماینه خانه نیست. حالا بیاین اشتکا قیمت شما مرزان است، لیلام بتاوان است. خرد و کلان بیاین، پیسای تانه بیارین. حالا اشتکا بیاین بخیر. بیاین. کوکو غنچگل کوکو غنچگل آمده. کوکو غنچگل سیخه که موی داری؟ سرما است کوکو غنچگل. اگه قلم داری یک دانه بده. صدای من بده کوکو غنچگل چی میکنی؟ اوه اقاقان مقال نکنی. کوکو غنچگل همه لالای دخترم بگو هنی؟ اوی مگم سودای ما یادت رفته؟ نه بابا، سودای شما چطور یادم میره؟ تو باش که بپالم. اینه بگیم من یوم 2 بوتل شامپو که شبنم خوار خواسته بود. تو مره؟ این خوب شد.
راستی مادر جانم صابون و کالاشوی همراه نیز توتیا خواسته بود. آوردی؟ نه این چند رقم صابون یوم پوری نیل توتیا. خیلی مادر جانم باید ببینه تا خوش کنه. آلی خیلی چطور میکنی؟ او حرکتا نشو. با مادر جانم عکس صابونا را روان میکنم. هر یکی شکل خوش کرد امور ازت میگیرم. اینه در واتساپ روان میکنم. روان کردم. والا نام خدا هوشیار دختر هستی ملاله جان. اولادای باید چالاک نیستن. اینه پیامش رسید. تو باش که ببینم. اینی صابونه میخواید. والا در دلم تیر شد. اینه خیلی سودای تیار است. راستی پیسه چند شد؟ پدرت پیسهش پیش از پیش برم داده. هنوز یک دهی من قرضدارشم میشم. خیر است. و هم از تو که قدر زحمت کشیدی. سنگین لالا. جان لالا. قریه را خو میبینی؟ نام خدا چقدر مقبوله. سایل کو هوای شفافه که هنده دورا کل منطقه معلوم میشه. راست میگی اومی جان. هیچ جای به قریه ما نمیرسه. راستی ایره بگو که کارهای مسابقه دوش کجا رسیده؟ در مسجد گپ ماده جای رسید که مولایی صاحب و شیرزمان خان با فکر ما موافقت کردن. یعنی قدم اول خودم ماندیم بخیر. حالا با قدم های بعدی باید فکر کنیم و طرح بریزیم. به نظر ما عصر کامپیوتر، موبایل، اینترنت و شبکه اجتماعی است. باید همزمان در شبکه اجتماعی هم تبلیغ شروع کنیم بخیر. آفرین. پس تو هم حتما فکرهای تکدی. تبلیغات خوبی از اون مربوط توست به شمول فیلم برداری و عکاسی. راست میگی. به همین خاطر یک فیسبوک مستقل جور کردیم که از طرح اول گرفته حتی تا عکسای او روز که در مسجد گرفتیم دایش انداختیم و تبصره کردیم. کو تو نشان بده؟ خیلی باش که موبایل من بکشم. کجاست؟ نه. اوه چقدر دوست پیدا کردی؟ دوستان بیخی زیاد شده. هنوز کجاست؟ دگام اضافه شده میره. برو خوب شد اومی جان. هرچی دوستای زیاد باشه به فایده ماست. پوستای ما را زیاد مردم خواد دیدن. نامش بخوان ورزش و صحت. در زیرش ورزش و صحت فقط یک الف در پشتو زیاد است. دیگه این چیز است. اینه پدرمان درخواستی روان کرده. قربان جان پدر جان. راست میگی اومی جان. حالا باید چند قطع عکس از ورزش صبحانه خود بگیریم و در فیسبوک پرتیم. به نظر من تا ویدیو باید بگیریم و گپ بزنیم. امروز فقط عکس میگیریم. دیگه دفعه همراه مولایی صاحب و شیرزمان خان که آمدیم ویدیو میگیریم و گپای خدا میزنیم. درست است. خیال چند تا عکس دال گرمکاری میگیریم. خودت اول شروع کن. بچه شم. خیلی باش که قریه مقبول ما هم در پشت سر دیده شوه. اینه بیگه دیگه. خوب شد. خیال تو از مرا بگی. خو مرا تلیفونه. بچه شم. برو دیگه. از مرا کوشش کو که قریه ما در پشت سرش بیایه. امی کارم میکنم. بس از دیگه. راستی اومی جان گروپ واتساپ خدا باید جور کنیم با می نام ورزش و صحت. خوب است. راستی فیسبوک و کانال یوتیوب شیرزمان خانم دیدی؟ امروز که کل ما دیدیم و لینکش گرفتیم. خوب کردی. او بسیار فالوورز داره. بسیار فعال است. او خودش هم یک انسان کارکن و فعال است. چرتت خراب نکو. ما هم باید کانال یوتیوب و مسابقه دوش خود جور کنیم و تمام جریان خود پرتیم. باید. حالا باید دیگه بریم که وظیفه رفته نیستم. دیر نشه. بریم لالا. خیلی امروز دیگر اونا رو گرفتم یاییم تا ویدیو و عکس بگیریم و کمی ساعتم هم تیر شوه. بی خیالی است. خیلی بریم دیگه اومی جان. یارم ملک صاحب خداوند اجر نصیبت کنه که ما را لایق قضی دیدی تا که یک جای گپای خدا با مولوی صاحب عزیز رحمان برسانیم و از گوشش بکشیم که خلاف دستورات دینی عمل نکنه. آخر تو یک عالم دین هستی. چرا باید مردم به بیراهه ببری؟ ای والله مولوی صاحب واسه خان ما هم خواهی گپا میزنم نه؟ آخر چرا؟
کل مردم از اساسات دین با خبر نیست. اینمی ملاها و مولوی ها هستن که احکام دین به مردم میگن تا گمراه نشن و گناهکار خود نسازن. دیار راست میگی. اینی گپایت مرا میگیره و خوش هستم که در زیر سایه خودت ملای از قریه هستم و شکر و فضل خدا به برکت دسترخوان خودت محتاج کسی دیگه نمیشم. ای خو معلوم دار است. کس که کت ما شانه بته و عزت ما را نگاه کنه، ما هم کتش پیمان بیادری داریم و ده هیچ جای خوار زار تنها نمیمانیمش. یارو بگمانم که آمد. کیستی؟ درون بیا. چیزی پت و پنهان نداریم که تک تک میکنی. بیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب ماندن باشی، خوش آمدی. بیا بیا. این شکر که اردوی شما بزرگوارا هستین. سلام علیکم مولوی صاحب گرامی، خوش آمدی. خوش آمدی. خوش باشین، جور باشین. اینی طرفتر بشی. این اینجا مابین ما. این قسم دلا با هم نزدیکتر میشه. اگر میگی که مثل شاگردای تو عکسای فیسبوکی بگیریم و پرتیم. خیر ببینین، خداوند اجر نصیبتان کنه. تو باش که ما به دستای خود بر اردو عالم دین چای پرتم. ایت ثوابش زیاد خواهد شد. سلامت باشی ملک صاحب. زنده باشی. نام خدا بسیار راه است. آدم مانده میشه. باید ما بین هر دو قریه یک لاین گادیره و جور کنیم. نه هم چایتان. با گمان ما که همین قسم خوب است. هر چقدر که دو قریه با هم نزدیک شود، جنجالا را زیادتر میسازن. همین بزرگای ما میگن که همین دوری و دوستی خوب چیز است. ببین مولوی صاحب، امی یک کم کوشش که شیخ زمان خان ما کرد، چقدر جنجالای ما زیاد شد. باید از این قسم مسائل درس عبرت بگیریم. فرمودی شما بیخی بجاست ملک صاحب. خود دیگه امیال از دست بزرگای قریه خوشحال خیل بین ما و بچیم کلان جنجال جور شده. شما خودتان فکر کنید. تو را خدا کارای شما اینقدر مهم است که اختلاف خانوادگی را باید به خاطرش دامن بزنین؟ توبه، استغفر الله. هیچ وقت قسم فکر نمی کنیم. هیچ یکی ما. مگه میگه یادت باشه که ما هیچ وقت نظر خوب و نیک دوستا را رد نمیتونیم. بالکل رد نکنید مولوی صاحب. مگن شما خو یکی در حد دیگه هستید و مشکلات قری خود از سر جوانا و مردم بیچاره حل کرده میرین. حال براتان تیار یک گوی شیری جور شده. والا من نمیفهمیدم که شما یک قسم فکر میکنید. اگر نه هیچ وقت به برنامه شیر زمان خان به قریه خود ما را نمیدادیم. ما بین بابا و بچه هیچ وقت اختلاف نمیخوایم. حالا می پروگرام ورزش بازی را که میخواین بین دو قریه را پرتین، ای را پس کنین و ما را دایی گلگل میری شریک نسازین. ما از خود آبرو و عزت داریم. بیبی مولوی صاحب، ما ازت میخواهیم که دایی باره رد بچه مرا اعلا بتین، بسیار خوب خواهد شد. بدون شک ما به شما و مردم قریه ملک خیل احترام قائل هستیم و هیچ وقت نمیخوایم سر گپای خردریزه از ما خفه شوین. حتما گپتان به گوش بزرگا میرسانم. تدا مسئله رساندن نیست مولوی صاحب. باید سرشان قبول کنی تا از شیر زمان خان ما صرف نظر کنن و در قریه خود مشغول خود باشن. ما بچه خود به این روز کلان نکردیم که ثمرش دیگرا بگیره و مرا در میدان خالی تنها بانه. از او کده خمون خوب است که مسافر باشه و درسای خود بخونه. خود اگه شما میفهمین و اولادایتان. من از طرف خود کوشش خواهد کردم که این مسئله بیخی حل شود. شنوندگان عزیز، امیدوارم درامه روزن امید را شنیده باشید. برخی از اهالی من برای رواج ساختن ورزش بین مناطق همجوار مسابقات ورزشی برگزار میکنند، اما برخی از سران محل با آنها مخالفت کردند و ورزش را یک عمل کودکانه خواندند. حقیقت این است که توجه به ورزش و سلامتی خاصیت اشخاص دانا می باشد. می گویند عقل سلیم در بدن سالم است. تا برنامه بعدی شما را به خداوند منان می سپارم. مراقب سلامتی خود و خانواده خود باشید. روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.